زندگی افراد موفق و ثروتمند پر از رازها و عادات خاصیه که مردم عادی از اونها خبر ندارن. با دونستن این نکات میتونید سطح زندگیتون رو چندین لول ارتقا بدید. شماره 1 سرمایه‌گذاری روی خود. افراد موفق دائما در حال یادگیری هستن. اونها کتاب میخونن، دوره‌های آموزشی شرکت میکنن و گاهی رقم‌هایی رو برای آموزش پرداخت میکنن که برای افراد معمولی غیر قابل تصوره. اونها ساعتها وقت میذارن تا مهارت‌های جدید رو از افراد متخصص یاد بگیرن و باور دارن که بهترین سرمایه‌گذاری روی خودشونه. شماره 2 تفکر بلند مدت. ثروتمندان معمولاً اهداف مالی و شخصی خودشون رو بلند مدت تعریف میکنن. اونها به جای تمرکز بر سودهای کوتاه مدت به برنامه‌ریزی برای آینده و ساختن پایه‌های مستحکم برای ثروت فکر میکنن. شماره 3 تسلط بر عادات مالی. اونها درآمد خودشون رو به طور هوشمندانه مدیریت میکنن. اغلب به جای ولخرجی‌های بی‌حساب، اولویت‌های مالی خودشون رو مشخص میکنن و همیشه درصدی از درآمد خودشون رو پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری میکنن تا کسب و کارشون رو بزرگتر کنن. شماره 4 شبکه‌سازی مؤثر. ارتباطات با افراد دیگه یکی از کلیدهای موفقیته. ثروتمندان به خوبی میدونن که ایجاد و حفظ روابط با افراد موفق دیگه میتونه به اونها کمک کنه تا درهای جدیدی از فرصت‌ها رو باز کنن و از این فرصت‌ها به درآمدهای خیلی بالا برسن. شماره 5 انضباط و پشتکار. افراد موفق معمولا روز خودشون رو با برنامه‌ریزی دقیق آغاز میکنن و به طور منظم برای رسیدن به اهداف خودشون کار میکنن. اونا در برابر مشکلات و موانع به راحتی تسلیم نمیشن و همیشه یک راه حل پیدا میکنن. شماره 6 ریسک پذیری حساب شده. یکی از ویژگی‌های مهم افراد ثروتمند توانایی اونها در گرفتن ریسک‌های حساب شده است. اونها به دقت ارزیابی میکنن که آیا ریسک ارزش تلاش رو داره یا خیر و سپس تصمیمات جسورانه‌ای میگیرن. اگر تا اینجای ویدئوی ما رو دوست داشتید با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. شماره 7 تعادل بین کار و زندگی. برخلاف تصور عمومی، افراد موفق معمولاً توجه زیادی به سلامت جسمی و روحی خودشون دارن. اونها ورزش میکنن، به تغذیه مناسب اهمیت میدن و زمانی رو برای استراحت و تفریح اختصاص میدن تا انرژی لازم برای پیشرفت رو داشته باشن. شماره 8 فکر خلاق و نوآوری. بسیاری از ثروتمندان از طریق خلق ایده‌های جدید یا نوآوری در روش‌های قدیمی به موفقیت رسیدن. اونها به طور مداوم به دنبال راه‌هایی برای بهبود و نوآوری در کسب و کار زندگی شخصی خودشون هستن. این رازها به افراد کمک میکنه که با تمرکز، پشتکار و هوش مالی به دستاوردهای بزرگی برسن. نظر شما راجع به سبک زندگی افراد ثروتمند چیه؟ شما چه نکات دیگه‌ای رو میتونید به این ویدیو اضافه کنید؟ توی کامنت ها برای ما بنویسید.